کیسینگ ها یک مجاری غیرقابل نفوذ در برابر فشار از سطح زمین تا مخزن تشکیل میدن. مهمترین وظایفشون جلوگیری از فرو ریختن دیواره چاه، پوشاندن و تفکیک سازنده ها از یکدیگر و کنترل فشار چاه و امکان استفاده از وسایل کنترل چاه. معمولا در چاه‌های نفت و گاز 5 نوع کیسینگ استفاده میشه: کنداکتور کیسینگ، سرفیس کیسینگ، اینترمدییت کیسینگ، پروداکشن کیسینگ و پروداکشن لاینر. در حالت معمول کیسینگ 13 و 3/8 به عنوان کیسینگ میانی و مسئول جداسازی سازند کمفشار آقاجاری و میشان از سازند پرفشار گچسارانه. شو سر اولین شاخه بسته میشه که مهمترین وظیفش هدایت لوله‌های جداری در چاهه. فلوت کالر محلی برای نشستن پلاگ ها و انجام عملیات سیمانکاریه و معمولا در بالای شاخه دوم بسته میشه. علت دادن این فاصله اطمینان حاصل کردن از کیفیت بالای سیمان دور شوه. در چاه نرمال طور معمول از شو و فلوت کالر اتوماتیک استفاده میشه که اجازه میده 80% حجم جداری هنگام لوله پایین از گل پر بشه و دیگه نیازی به پر کردن لوله ها نیست. در هر زمانی که لازم باشه میتوان مکانیزم خودکارشون رو به وسیله بالی که از بالا به داخل کیسینگ ها انداخته میشه خنثی کرد و به حالت فلوتی در آورد. سنترلایزر کیسینگ ها رو در چاه متمرکز و پرگار میکنه، یعنی محور کیسینگ ها رو با محور چاه منطبق میکنه و باعث پر شدن یکسان دالان چاه از ذوب سیمان میشه. بعد از قرار دادن کیسینگ ها در چاه میبایست با استفاده از عملیات سیمانکاری اونا رو در جای خودشون محکم کنیم که طی این عملیات ذوب سیمان به داخل فضای حلقوی بین کیسینگ و دیواره چاه پمپ میشه. به نظر شما در عملیات راندن کیسینگ دلیل رابید زدن چیه و انجام ندادنش میتونه باعث چه مشکلاتی بشه؟